پرستش خانم، فکر نمی کنی بسته دیگه موهاشو چیدی؟ آره دخترم. نازان ناراحت میشه قد داری موهاش میچینی. خانم آرایشگر، بس نیست؟ الان چی گفتی؟ گفتی به کی زنگ بزنم؟ زنگ بزنم به کی؟ دستت میچینی مامان. نمیچینی؟ وا، نگاه کن خانمو. زنگ بزنم به کی الان؟ بگم پرستش داره موها رو میچینه؟ بس نیست؟ زنگ بزنم به کی؟ زنگ بزنم محمد قلی بگم بیام پرستش رو ببره؟ من اذیت میکنم؟ زمزم محمد قلی بگم مامان داره اذیت میکنه؟ وای مامان، تو داری اذیت میکنی، موهای نازان میچینی، عروسکت میچینی. میگه نازان دوست نداری تو؟ دوستش نداری؟ تو که خیلی نازان دوست داشتی. وای اینقدر موهاش نچین مامان. پرستش اینقدر موهاش نچین دختر قشنگم. وقتی 5 ثانیه آروم میشی نگاه. وای چقدر چید. دیگه کار داره به جا باریک میکشه.